هر یک لحظه حیات نعمت الهی است و آن را باید غنیمت شمارید و ثمرناک استفاده برد و همزمان شکر این نعمت باید به جا آورد. الله تعالی در سوره ابراهیم منت میکند و سخر لكم الشمس والقمر دائبین و سخر لكم اللیل والنهار و آتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. الله تعالی برای شما آفتاب و ماهتاب را مسخر گردانید و شب و روز را برای شما فرمان بردار کرد و از هر چیزی که پرسیدید در طول حیاتتان برای شما انعام کرد. و اگر نعمتهای الله تعالی را شماریدنی باشد شماریده نمی توانید. چخیل هم شب و روز با سرعت سپری می شود، چخیل هم ماه‌های و سالها با شتاب می گذرد. این سنت حیات دنیاست. روزها می گذرد و ماه‌های و سالها از بین می رود و در گذشت زمانه عبرت‌های است و در تغییریابی احوال پند و اندرزهای است. هر کی نآموخت از گذشت روزگار هیچ نآموزد ز هیچ آموزگار. کسی که از حیات خود عبرت نمیگیرد، کسی را برده دفن میکند عبرت نمیگیرد. هلاکی کسی را با چشمش مشاهده میکند عبرت نمیگیرد. بیماری یار و نزدیکانش را میبیند عبرت نمیگیرد. ایام تعطیل گذشت و روزها که سپری شد دیگر باز نمیگردد. اگر تمام دنیا را صرف کنید تعطیل تابستانه سال 2024 را دیگر نمییابید.